سلام علیکم دوستا. امروز برای شما نشان میدهم که چگونه ما میتوانیم اینترنت گوشی و یا موبایل خود را همراه لپتاپ و یا کامپیوتر خود نشر کنیم با استفاده از USB کیبل. همانطور که میبینین فعلا لپتاپ من وای فایش خاموش است و هیچ گونه اینترنت کیبل وصل نیست. میریم روی وبسایت گوگل تا که یک بار چک کنیم ما اینترنت داریم یا نه. خیر، میبینین که ما اینترنت فعلا نداریم. پس اول USB کیبل را به کامپیوتر و گوشی خود وصل میکنیم. گوشی بعد در بین گوشی خود اپلیکیشن سیتینگز رو باز میکنیم و در بین اپلیکیشن سیتینگز یک سیتینگ به نام تیترینگ است، او را باید فعال کنیم و او معمولا در بخش کانکشنز و اینجا موبایل هاتسپات اند تیترینگ. اگر ای را در اینجا نیافتین میتونین که سرچ کنین نامش را. میریم بک اینجا سرچ میکنیم تیترینگ. اینجا چند سیتینگ به نام تیترینگ آمده: موبایل هاتسپات اند تیترینگ، بلوتوث تیترینگ، USB ایترنت تیترینگ. ما می سیتینگ اول موبایل هاتسپات اند تیترینگ را نیاز داریم. روی این کلیک میکنیم و USB تیترینگ روی این کلیک میکنیم و روی کامپیوتر گزینه یس را کلیک میکنیم، لفت کلیک، و همانطور که میبینین فعلا هم وای فای لپتاپم خاموش است و اینجا یک آیکون نوع کامپیوتر اسکرین که نامش نتورک 6 نتورک 6 و یا 6 و نوشته شده پایین که کانکتید. این به این معنی است که الان کامپیوتر لپتاپ ما اینترنت دارد. ریفرش میکنیم پیج را و میبینیم که اینترنت داریم یا نه. بله، اینترنت آمده. از یادم نرود که باید اینترنت گوشی شما وای فای گوشی شما فعال باشد، وگرنه این کار نمی کند. تشکر. خداحافظ. فعلا.